تا اواخر آبان 56 فعالیت‌های مخالفان، نوشتن نامه، تشکیل گروه‌های جدید، احیای گروه‌های قدیمی و انتشار بیانیه، اعلامیه و روزنامه بود. ولی اواخر آبان ریختن تو خیابونا و مرحله جدیدی از انقلاب رو آغاز کردن. نقطه عطف این مرحله 28 آبان بود. تو این روز بعد از برگزاری 9 جلسه شب شعر آروم توسط کانون نویسندگان تو باشگاه انجمن ایران و آلمان و دانشگاه صنعتی آریامهر، پلیس تلاش کرد جلسه دهم رو که توش 10,000 دانشجو شرکت کرده بودن رو به هم بزنه. این کار پلیس باعث شد یهو جمعیت خشمگین از دانشگاه بریزن بیرون و شعارهای ضد رژیم سر بدن. در جریان درگیری تظاهر کننده ها با پلیس یه دانشجو کشته، بیشتر از 70 نفر زخمی و حدود 100 نفرم دستگیر شدن. تو 10 روز بعدی تهران شاهد تظاهرات بیشتر دانشجویی و بسته شدن دانشگاه‌های اصلی شهر بود. تظاهر کننده های دستگیر شده بعد از محاکمه های کوتاه تو دادگاه های مدنی آزاد شدند. این محاکمه ها به مردم نشون داد ساواک دیگه نمیتونه از دادگاه های نظامی برای ترسوندن مخالفان استفاده کنه. روز 17 دی روزنامه اطلاعات یه مقاله توهین‌آمیز علیه روحانیون ضد رژیم چاپ کرد. بهشون گفت مرتجعین سیاه و اونا رو به همکاری پنهانی با کمونیستای بین المللی برای بی اثر کردن دستاوردهای انقلاب سفید متهم کرد. تو این مقاله توهینایی هم به شخص آیت الله خمینی شده بود که خشم مردم قم رو برانگیخت. حوزه علمیه و بازار در اعتراض به چاپ این مقاله تعطیل شدن و معترضا خواستن دولت رسما عذرخواهی کنه. حدود 4,000 طلبه و هواداراشون با فریادهای ما حکومت یزید نمیخواهیم، حکومت مشروطه میخواهیم و آیت الله خمینی باید به وطن برگرده ریختن تو خیابونا و با پلیس درگیر شدن. طبق گزارش مقامات دولتی تو این درگیری‌ها 2 نفر کشته شدن. ولی مخالفان شمار کشته ها رو 70 و زخمی ها رو بیشتر از 500 نفر اعلام کردن. روز بعد آیت الله خمینی مردم رو به برگزاری تظاهرات بیشتر فراخوند. مردم و روحانیون قم رو به خاطر پایداری قهرمانانه در برابر حکومت تحسین و شاه رو به همدستی با آمریکا با هدف نابودی اسلام، نابودی کشاورزی ایران و تبدیل کشور به زباله‌دونی کالاهای خارجی متهم کرد. 40مین روز کشتار مردم قم 29 بهمن 56 بود. تو این روز بازارهای اصلی و دانشگاه‌ها برای شرکت تو مراسم سوگواری تعطیل شدن. روحانیون تو شهرهای بزرگ مراسم یادبود برپا کردن و تو 12 شهر از جمله تهران، قم، اصفهان، مشهد، اهواز، شیراز و رشت تظاهرات آرومی برگزار شد. ولی تو تبریز بعد از اینکه یه افسر پلیس خشمگین به یه نوجوان دانش آموز تیراندازی کرد و اونو کشت، تظاهرات آروم به خشونت کشیده شد. تظاهر کننده‌های خشمگین به پلیس حمله کردن و وقتی فهمیدن مامورا به اونو تیراندازی نمی‌کنن، به کلانتریا، دفاتر حزب رستاخیز، بانک‌ها، هتل‌های لوکس و سینماهایی که فیلم‌های صحنه‌دار نشون میدادن حمله کردن و تونستن بیشتر نقاط شهر رو تصرف کنن. بعد از 2 روز با دخالت ارتش اوضاع آروم شد. مقامات دولتی شمار کشته‌ها رو 6 نفر، مخالفان بیشتر از 300 نفر و شاهدان اروپایی نزدیک به 100 نفر اعلام کردند. 10 فروردین 57 40م کشته شده‌های تبریز بود. اون روز و 2 روز بعدش بیشتر بازارها و دانشگاه‌ها تعطیل و مراسم سوگواری باشکوهی تو 55 شهر برگزار شد. درسته که بیشتر این مراسم تو آرامش برگزار شد، اما تو تهران، یزد، اصفهان، بابل و جهرم درگیری شکل گرفت و مردم علاوه بر بانک‌ها، دفاتر حزبی، هتل‌ها و بعضی از سینماها به ماشینای پلیس، مجسمه‌های خانواده سلطنتی و مشروب فروشی‌ها هم حمله کردند. تو یزد که شدیدترین درگیری‌ها رخ داد، بعد از 3 روز ناآرامی شاه شخصاً فرماندهی پلیس ضد شورش رو به عهده گرفت و اوضاع رو آروم کرد. رژیم شمار کشته شده‌های این اعتراضات 3 روزه رو 5 نفر اعلام کرد. ولی مخالفان ادعا می‌کردند فقط تو یزد بیشتر از 100 نفر کشته شدن. مراسم 40م بعدی روز 19 اردیبهشت بود. دوباره بازارها و مؤسسات آموزشی مهم اعتصاب کردند و تو مساجد بیشتر شهرها مراسم سوگواری برگزار شد.
این بار حدود 24 تا از این مراسم به خشونت کشیده شدند. تو تهران شاه با لغو برنامه دیدار از اروپای شرقی به 2000 نیروی مسلح دستور داد بازار رو محاصره و برای به هم زدن گردهمایی از گاز اشکاور استفاده کنند. تظاهرات تو قم 10 ساعت طول کشید و سرانجام ارتش با قطع برق شهر و تیراندازی به سمت مردم اوضاع رو آروم کرد. رژیم برای رویارویی با این بحران یک استراتژی سه‌گانه در پیش گرفت. یکم، تلاش کرد با تهدیدهای خشونت‌آمیز رهبران مخالف غیر مذهبی رو بترسونه. دوم، رژیم بعضی از سیاست‌هایی که باعث خشم بازار و روحانیون میانه‌رو شده بود کنار گذاشت. سوم، نخست وزیر وقت جمشید آموزگار تلاش کرد با کند کردن چرخش چرخ‌های اقتصاد هزینه‌های روزافزون زندگی رو که دلیل اقتصادی نارضایتی طبقه متوسط بود بیاره پایین. به نظر می رسید این استراتژی حکومت کارساز بوده. تابستون سال 57 خیابونا تقریباً آروم بودن. اما رکود اقتصادی و کاهش دستمزدها طبقه کارگر رو هم به اردوی مخالفان شاه کشوند. خرداد 57 کارکنان نیروگاه‌های برق تهران و شهرهای جنوبی، کارکنان شبکه آب تهران و یک کارخانه بزرگ صنعتی نزدیک تهران در اعتراض به لغو پاداش‌های سالانه اعتصاب کردند. اواسط تیر ماه بیشتر از 600 کارگر اداره بهداری آبادان دست از کار کشیدن و خواستار بیمه درمانی، پاداش سالانه و 20% افزایش حقوق شدند. اوایل مرداد 1750 کارگر کارخانه بافندگی بهشهر اعتصاب کردند و خواستار دستمزد بیشتر و انتخابات آزاد اتحادیه‌ای شدند. تو همین ماه 2000 نفر از کارکنان کارخانه ماشینسازی تبریز که خواستار پرداخت پاداش سالانه، دستمزد بیشتر و مسکن بهتر بودند 2 هفته دست از کار کشیدند. تو شهریور ماه هم کارکنان کارخانه‌های کاغذسازی فارس، خودروسازی تهران و تأسیسات آب و ماشینسازی اهواز اعتصاب کردند. کارگرای ناراضی علاوه بر اعتصاب تظاهرات هم کردند. نخستین تظاهرات بزرگی که کارگرای زیادی تو شرکت کردند تظاهرات 31 تیر تو مشهد بود. طبق بعضی از آمارهای محافظه‌کارانه شمار کشته شده‌های اون تظاهرات بیشتر از 40 نفر بود. هفتمین روز کشته شده‌های مشهد تقریباً تو همه شهرهای اصلی مراسم یادبود برگزار شد. تو تهران، قم، تبریز، اصفهان و شیراز این مراسم به درگیری‌های خیابونی تبدیل شدند. تو ماه رمضان که از 14 مرداد شروع شد، خشونت‌ها شدت بیشتری گرفتن. ناآرومی‌های اصفهان بعد از 2 روز با اعلام حکومت نظامی و دخالت ارتش فروکش کرد. روز 28 مرداد سینما رکس آبادان که تو منطقه کارگرنشین شهر قرار داشت آتیش گرفت و تو این آتیش سوزی بیشتر از 400 نفر جونشون از دست دادن. حکومت بیدرنگ با یادآوری حملات مخالفان به سینماها مسئولیت آتش سوزی رو انداخت گردن اونا. مخالفان هم ساواک رو مسئول آتش سوزی اعلام کردن. فردای اون روز 10,000 نفر از بستگان قربانیان یه تشییع جنازه بزرگ برگزار کردن و اعلام کردن ساواک رو مسئول آتش سوزی میدونن. جمعیت سوگوار با راهپیمایی تو خیابونای شهر فریاد میزدن مرگ بر شاه، نابود باد سلطنت پهلوی، ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست. شاه تلاش کرد با بیشتر امتیاز دادن به مخالفان شدت بحران رو کم کنه. اون این بار به مخالفان میانه‌رو غیر مذهبی هم امتیاز داد. روز 5 شهریور شاه جمشید آموزگار رو برکنار و جعفر شریف امامی رو نخست وزیر ایران کرد. شاه به شریف امامی اختیار کامل داد تا با روحانیون میانه‌رو گفتگو کنه. شریف امامی بعد از تشکیل دولت تلاش کرد نظر مذهبی‌ها رو جلب کنه. اون تقویم شاهنشاهی رو لغو کرد. بیشتر روحانیون عالی رتبه که از سال 54 زندانی شده بودن آزاد کرد. کمک‌های دولتی به حزب رستاخیز رو قطع کرد. 57 قمارخونه وابسته به بنیاد پهلوی رو بست. از اعضای فاسدتر خاندان سلطنتی خواست برای مدت زیادی از کشور برن. پست امور زنان رو از بین برد و به جاش وزارت مشاور و سرپرستی اوقاف رو ایجاد کرد. اون با تبلیغات زیاد مبارزه گسترده با چهره‌های سرشناسی که شایعه شده بود بهایی هستن شروع کرد. هویدا از وزارت دربار برکنار شد. هژبر یزدانی سرمایه‌دار ثروتمند به جرم یک سرقت بزرگ دستگیر شد و 2 نظامی عالی رتبه
پزشک مخصوص شاه و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی ایران به بهانه بهایی بودن برکنار شدند.